هلو everyone، چطورید گایز؟ این بار با یه آنباکس 1,100,000 خورده تومانی اومدیم سراغتون که پر از چاقوهای خفنه. این دفعه زیباها رو آوردیم وسط، عجیبهای زیبا، یعنی واقعا زیبان اینا اصلا نمیدونم به این حالتشون چی میگن. از اونایی که چند رنگ هستن و مثلا میچرخونشون رنگشون انگار یه جوری نمیدونم، بریم ببینیم بهتون نشون بدم واقعا. خب کلشو بهتون بگم که یکی این چاقوه و فکر میکنم قیمتش 375,000 تومنه. همین الان دارم چکش میکنم. خب این اولین چاقوه که قیمتش 375,000 تومنه و چاقو دوم که واقعا شبیه یه دراگونه خیلی خوشگله 305,000 تومنه و چاقوی بعدی که از همین چاقوی نمیدونم بهشون چی میگنه ولی خیلی خفنه که یه استایل خیلی باحالی داره. خب این یکی هم 175,000 تومنه که واقعا زیباست و بعدی که شبیه خفاشه چند رنگ و 7 رنگ دارن که من نمیدونم فرق چند رنگ و 7 رنگ چیه. شاید چند رنگش یعنی چه میدونم، نمیدونم، شاید از 7 بیشتر رنگ داره اسمش گذاشتن چند رنگ، نمیدونم. ولی خب این 7 رنگی شما سفارش دادم که 318,000 تومنه کلشون که گفتم شد 1,200 نه 1,100 خورده ای فکر کنم بشه. خب حالا بدون هیچ توقفی لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. خب برعکس بیایم بازش کنیم اینو که توش به غیر از این چیزایی که گفتم، به غیر از این اقلام یا این احلامی که من نام بردم، یه سری چیزای دیگه هم هست که اون برای خونه خریدم، مثل چسب حرارتی، یعنی چسب حرارتی و یه دونه قاب برای گوشی خواهرم خریدم که مال گرند پرایم و J2 میشه گفت هست و اگه خواستید لینکشو میذارم تو دیسکریپشن. خوشگله، زیباست نه؟ میدونم حالا شما گفتید مگه من کجا میدونم، ولی خیلی خوشگله. مال گرند پرایم پلاس و گلکسی J2 پرایمه که باسه گرند پرایم هم هست، یعنی به همه اینو میخوره و خیلی قشنگه دیگه، خوشگله و قیمتش هم 35 یا 37 تومن بود فکر کنم. قیمتش 38,500 من خریدم، خدا میدونه الان چقدره. خب اینو میزیم اونور، کلا اینو میزیم اونور دیگه برون کاری نداریم تا خودش بیاد آنباکسش کنه. اینم چسبان که شفافن و اندازه‌شون هم به اندازه این چسب حرارتی های کوچیکه، یعنی من چسب حرارتیم دستم نیست وگرنه بهتون نشون میدم. اندازه این چسب حرارتی های کوچیکه و اون بزرگا نیست، برای هم کوچولوه. شاید به بزرگان بخوره نمیدونم ولی به نظرم برای کوچیکه. خب این یکی رو 16 خورده خریدم که الان 15 تومن شده. کلا دیجیکالا با من دشمنه، با من یکی هر چی میخرم بعدش ارزون میشه. دواش بگیرم پس بدم بعد برم ارزون رو بخرم بعد هی ارزون تر بشه. نه دیگه کار نمیکنم چون حوصله صبر کردنم. این چه اینجوریه؟ این وش بازه پیداش کن. این چقدر اینا پاکتشون شبیه همه، میبینید این زرده اینم زرده، حالا این داخل اینه این بیرونه اینه. حالا بی خیالش بذاریمش اونجا. بازم یکی از این چاقو کوچولو زایید مثل دفعه قبل. کدوم میتونه باشه؟ چرا کوچولوه؟ چاقو سفری مدل پروانه‌ای. شوخی نکن این اونه. عکسشو ببینید، مگه میشه این اون باشه؟ یا خدا ببینم اشتباه میکنم. نه خدایش من فکر می‌کردم مثل اون ویدیو قبلیم که چاقوی عجیب و غریب بود گنده باشه که کل کادر رو گرفته بود. یا اول فاز این گنده ترین چاقوه. این چیه؟ همچین غمی سفارش ندادم، چرا گنده است؟ یا خدا آخ متاسفم کارتون. این کدومه؟ آها این اولی هست. چرا گنده ولی خودش این اندازه اون، یعنی انتظار من از این بود، انتظارم از این یه چیزی بین این و این بود. این بده. بریم از اولی شروع کنیم. ما بریم اون گوشه. خب بیایید اینو ببازیم. باز شو سسمی. بمبا
عجیبه، در کمال ناباوری میفهمیم که بله اینو اینطوری چیز کردن، پیچیدن. A few inches later. واسه اینکه اینو باز کنید بعد حسابی فکر کنید که این چطوری بسته شده بعد حسابی زور بزنید تا بتونید باز کنید. و میدونید چقدر فکر میخواد؟ واقعا نیاز به فکر زیادی داره باز کردن همین کالاهای بیزی کالا. کلا روش خیلی فکر شده، هم بر بستنش یه جوری ببندن که دیگه باز نشه، یا یه جوری نه یعنی یه جوری ببندن آره دیگه باز نشه و ما هم یه جوری بازش کنیم که دیگه بسته نشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. کلا قضیه از همین قراره که ولی ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم. بله باز شد. یا ابوالفضل هنوز باز نشد. چطور من تو را باز بدم؟ نیازی نیست که بیا یه نمه عقل که به خرج بدی میفهمیم که خیلی خری از این ور میشه بازش کرد، یعنی درش آورد، نیاز به باز کردن بیشتر نیست. این جذاب لعنتی چی میتونه باشه که اینقدر پولشو دادیم ما؟ 375,000 تومان. امیدوارم که بیارزی داداش. آخرم که همشونو تیزیشونو تست میکنیم که ببینیم چی بیچی. باز چه زدی؟ No, God! No, God, please, no! 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 پدستگ چی گفتم من؟ نهایت فوش همون پدستگه. درد دارم. چی بود؟ اینو زده. خدایا نکن این کارو با من، نکن. مسئول چسکاری دیجیکالا رو ای بر پدر و مادر و خواهر. اینجا هم داره. به جون خودم از خونت نمیگذرم، خونت رو در میارم. هرس آدم در میارم. چقدر چسبش درازه، چسبش درازه. فرض کنید بیا چی رو جرد دادم؟ پلاستیکه رو جرد دادم. بیان صحاب پلاستیکه چیه خدایی؟ چسبه پلاستیک چیه؟ من بگو تو اینو چوری بستی؟ خدایش راه حل نداره این یکی انگار. اینو بعد چپوندن. آها عجیب زده بود ولی ما هم عجیب بازش کردیم. یه خورده آسیب رسوندیم ولی خب باز شد. واو، من فقط یه واو دارم که این واقعا یه حالت نوعی داره، یه حس خیلی نوعی به آدم دست میده. چرا دراز کادر جا نمیشه اینجوری بریم. حالا بیارید نزدیک کنم ببینید جنس کاور چی بهش میگن، کاور یا غلافش خیلی قشنگه. میتونم بهتون بگم که از بقیه غلاف کاورها بهتر. میبینید ریز بافته و من عاشق اینجور بافتام. بعد بیشترشون درشت بودن که خیلی زشت میشدن، ولی این ریز خیلی جذابه که با چیز قرمز هم دوخته شده. ایوه فکر شده واقعا روی این. نه واو، روی این حرکت فکر شده. واقعا زیباست. من نمیدونم چی کارش میکنه که اینقدر زیبا میشه. وای لعنتی چقدر خوشگلی. این جلوشو ببین. ایوه دمشون گرم که از اینا میذارن. خیلی هم نمیذارن، بی‌تربیتن و به فکر نه چاقو هن نه غلاف نه ما، به فکر کلا هیچی نیستن. وای چقدر این خوشگله. خدای من شما اینو ببینید. واو، فقط میتونم بگم واو. که این نور قرمز میبینید الیدیه، مال این نیست ولی بقیهش مال خودشه. وای خدای من. ولی من فکر میکردم مثلا نیمبریش کنی به چرخونش این رنگا حرکت کنه. من یه همچون چیزی انتظار داشتم و خیلی قشنگ طراحی شده. یعنی اصلا هیچ زدگی هیچ جایش من نمیبینم، یعنی هیچ بد طراحی شده ای. یعنی چی بهتون بگم، هیچ زدگی که مثلا نشونه از این باشه که آقا بد طراحیش کردن اصلا توش وجود نداره. همه جا خیلی خوب تراش داده شده. کنارها همه واقعا عالیه. کنارها همه چیز شده، یعنی چی بهتون بگم،
چیزش کردن، خم کردن کناره ها رو که نبره، یعنی دستت گیر نکنه. حالا بد ساخت نیست دیگه، اونطوری بهتون میگم. واقعا عالیه، خیلی خوشگله. دستش بهتون بگم خب پلاستیکیه. این بده، این خیلی بده. دسته اینجاش نباید پلاستیکی باشه، ولی خب پلاستیکیه دیگه. ولی خب پلاستیک محکمیه، میبینید من دارم زور میزنم بشکنمش ولی نمیشکنه. آره قابل شکستن نیست با دست، پیشنهاد میکنم نکنین این کارو. و دستش چون بگم سفته و ولی خیلی خوش دسته. این صدای فوت خودم بوده، صدای این نبود، این صدا نمیده مثل این فیلم هایی میگم نمیده دیگه، نمیده صدا نمیده، به درد نمیخوره. حالش باز میشه حاجی، پشمان. من قرار بود باز بشه، دیدم عجیبه. چقدر در میاد پشمان. عجیبه خلافش اینطوری در میاد. چه باحال، عجیب و باحال شد قضیه. و میبینید اینم در میاد. آقا ما دروده چقدر ریختم به هم. عذر میخوام از سازنده. دوبار برو سجاد، بی تربیت چه در اومدی، نباید در میومدی. و موقع جا زدن حواستون باشه این بغلاش چیز داره، حالت جا زدن مخصوصی داره. و آخیش چطوری آخه هنو نمیگیرن، چطوری این بود اون داخل. اینجا اینطوری حالت داره که این بره این داخل، که گیر میکنه و باعث میشه که اون یکی توش کیت بشه. میرزه بکنم فنر منر داره، چرا قوه است. خب نمیدونم این خوبه بده، ولی خب غلافش واقعا سفته. دستش واقعا محکمه و این نکته مثبتیه. که ولی این که باز میشه نمیدونم، این دیگه با خودتون. میتونه نکمه میتونه نکته مثبتی باشه و نکته منفی باشه دیگه، برای یه سری مثبت و یه سری منفی. این که تو خالیه میتونه نکته منفی باشه، و این که باز میشه و میتونه غلاف عوض بشه وقتی که شکست، میتونه نکته مثبتی باشه به نظر من. ردیف اینا رو اینجا میذاریم، غلافاشون هم میذارم بالا. خب دومی چاقو چی بود؟ اژدر زاپاتا اژدر خودمون بود. خب این چاقو سفری برونینگ که خیلی قشنگ و خوشگله. این مدل دراگونه، اون مدل چیزه آخری است که شبیه خفاشه، اون خفاشی است. ولی خب درشو قشنگ نبستن دیگه اونو، ولی اینو قشنگ بستن که البته اینجا پلاستیکش پاره شده چون اینجای کارتونش فرو رفته بود. چیز مهمی نیست، خودش کنه. هر دو بسته‌بندی قشنگی داشت. 2000 years later. The next day later. Day 2. Day 3. بکش بیرون. آرام باش عزیز من، آرام باش. خب این کارتونشه که یکشو توفنگ داره، نمیدونم چرا کارتون مگه این نیست. تنش هم نوشته Browning the best there is. Browning.com هم داره، سایت هم داره. من خواستم این درش باز کنم، نه اینجوری ریلیه. حاجی برگام این در نداره، ریلیه. خب یادتون باشه که ریلیه. حاجی برگام چقدر خوشگله، این خود چیزشه، این عکسشه. واو، واقعا واو. وای خدای من چقدر این قشنگه. زوم کن عزیزم. وای خدای من، ببینید. ای خدا، این اون چیزیه که من انتظار دارم. بازش کردم قش نکنید فقط.
چقدر نرم باز شد. اینجاش لک داره. لک نداشته باش دیگه بیادب. این هم ازت تعریف کردیم. ای خدا زیرا خود چیکار کنم. لکه کثیفی داره ولی عالیه. اینجا نمیدونم فکر کنم یه چیز نوشته به زبان ما نیست، من نمیفهمم چیه ولی خیلی خفنه و اینا از بین نمیره. یعنی یه طوری نیست که بعد یه مدت پاک بشه. خیلی خوبه و این کثیفی بود واقعا، دستم کثیف شد. دستکشم وای میبینید چقدر خوشگله، چقدر خوب جمع شده با چه آچارایی جمع شده. حالا بریم ببندیمش. ها زامن هم داره حاجی. ایول دیگه چی میخواید از یه چاقو؟ زامن داره، شروع کار میکنه با زامنه. آقا من زامن اینو بپیدایم. حس میکنم که اینجاه، اینو میبینید اینجا یه آبی هست، بعد اینو اینجوری اینجا زده بیرون، اینو میدید پایینی، بعد یعنی به سمت پایین و این بسته میشه. فنر نداره البته ولی یه حالت فنری ایجاد میکنه موقع باز کردن و زامنش فکر کنم این باشه، یعنی دکمه چیز خاصی نداره. این پشتش هم میزنه بیرون فکر کنم اینجوری. واو آجی قطع نکردم خودمو شانس آوردم. عجب چیز خفنی. بسه نکنه این زامنشه. نه دیگه اونوری آخه میزنی. نه این همونه. آجی عجب چیز خفنیه. من نمیدونم چجوری زامنش دیگه، شاید یه دکمه چیز داشته باشه ولی من نمیدونم، ولی باز شدنش خیلی خفنه. میبینید خیلی خفنه واقعا. خداییش تا الان این از اون خفن‌تر بود. قیمت این البته گرونتر هم هست، بایدم چیز باشه دیگه، بایدم زیباتر باشه. قیمت این 300,000 تومنه و اون 375 تومن. این خیلی خوشگل و تو جیب برو، خیلی چیز خفنیه، واقعا خفنه. اگه واقعا چاقو بازین اینو از دست ندید، ببینید واقعا عالیه. من حال کردم با این، واقعا حال کردم. اون غلاف داره واسه کمپین و اینا خیلی خفن‌تره، اون به درد واقعا کمپین میخوره، چون این حالت عادی واقعا به درد جایی نمیخوره. تو نمی‌چی بذاری تو جیبت برید چه میدونم با رفیقات بیرون و یا جای تفریح و این چیزا که مثلا یه وقت حالا تفریح شاید بشه، ولی نمیدونم به نظرم این سخت حملش و اون حملش خیلی راحت‌تر. واقعا این عالیه، این بهتره. خب بریم سراغ بعدی. کارتونش هم خیلی خفن بود. خب بعدی ظاهرا ایشونه. ایشون کوچولو موچولوی عجیب که من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بشه. عکسشو ببینید ناموسن، تو عکس اینقدره ناموسن. هر کی باشه فکر نمی‌کنه اصلا. حالا مشخصاتش که چک نمی‌کنیم این از پشت گشادی ماه، ولی خب واقعا این درست نیست. چرا باز نمیشه؟ حالا سر باز کردن اینا باید درد کشید واقعا. ولی واقعا نسبت به اندازش نباید اینقدری بود. نسبت به عکسشو ببینید آدم برگاش میریزه مثل اون دفعه قبل. حالا بود الان بازش میکنید دفعه میبینیم اینقدر میشه. مثل اون فیلمه تو کارتون کوچیک بود، داخل اون ویدیویی که من گرفتم تو کارتونش نشون میداد اینقدر بود، بازش کم شده اینقدر. آدم پشماش میریخت، شد اندازه تصویرش. زود قضاوت نکنیم، پس بیاین صبر کنیم باز بشه بعد قضاوتش کنیم. خودمو میگم بچه خوبی باشه. نه دیگه الان دیگه قضاوتش میکنم. این چیه؟ قرار بود 7 رنگ باشه. من تیکه قزمیت واقعا قزمیت بود. او بیشور نگاه کنید، من سفارش دادم نگاه کنید مثلا اینجا زده چند رنگ. نه مشکی سفارش دادم. آقا من ریدم، من باختم، بعدم باختم، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذارین برم. من بیا میگن زود قضاوت نکن، ولی خب اندازه شو که ناموسن انقدر نبود که نباید انقدر باشه. درسته من مشکی سفارش دادم به صورت اشتباه، ولی اندازش که نباید انقدر باشه که. و عکس پروانه روش داره، یه چیز خوشگلیه، ولی خب این سوراخاش خورده تو چشه. ولی اون 7 رنگش که عکسشو میبینید خیلی قشنگ‌تره. اون 7 رنگش واقعا قشنگ‌تره و من زیبایی اون خیلی دوست داشتم. خب البته اینم زیبایی خودشو داره، این سوراخ‌های اینجا، ولی خب من خوشم نمیاد از مشکی. شاید از اون رنگش خوشم میومد ولی اشتباهی سفارش دادم. متاسفم از هم برای شما هم برای خودم.
دیگه تیزی اینو تست نمی‌کنیم چون واقعا با شکست مواجه شدیم، ولی به احتمال زیاد تیزه چون قیافش میخورد که تیز باشه. اگه 7 رنگش رو دیدید بخرید. فکر کنم 7 رنگش موجود نبود، به خاطر اشتباهی من زدم روی اون. یعنی یه بار 7 رنگش بود یا ابوالفضل، یه بار قلبم ریخت. یه بار 7 رنگش بود، 7 رنگش رو سفارش دادم و این دفعه انگار نبود، به خاطر اشتباهی اونو زدم. حواسم دیگه به رنگش نبود. یه لحظه ببینم 7 رنگش شاید موجود نباشه. 12 seconds later. آره 7 رنگش موجود نیست. 7 رنگش تموم شد که من ندیده زدم خرید و دفعه قبل 7 رنگش بود فقط. من فکر کنم این دفعه همونه. کلا رفت سرم. بریم سراغ این. خب اینم مثلا اینکه بد پیچیدم ولی در میاد. این همین جوری در اومد. نیاز نبود اصلا چیزی رو باز کنیم. مثلا اینکه در نمیاد. زایدیم. خود گشادش کنیم. یا خواهد دیگه صدا داد یعنی در میاد. مثلا منطقهای اینجا قرار آموزش ببینید که صدا داد یعنی در میاد. این اصلا واقعا هیچ جای دنیا به شما نمیگن. بله. بریم حالا سراغ این. کارتونش واقعا قشنگ بود، فقط اونجور چسب یادشون رفت بزنن دم درش. کیفش بد نیست. این اون خفاشی ها، این اون خفنه یا ابوالفضل. ماسید آقا ماسید در نمیاد. چرا در نمیاد؟ اینا در نمیاد. چه داستان چیه؟ الو کسی اون با این گرفتتش بل بده. بل نمیکنه حاجی بدجور. آها اینجا یه زامن داره، ظاهرا زامنش زده بیرون رفته توش. آها این سمت خفاشیش رفته توی این. زوم کن. 2 hours later. آقا این زومش من اذیت میکنه. بیخیر. اینجا رفته بود لای غلاف. آقا اینم خوشگله. بین سه تا خوشگل گیر کردم من. البته اون اجدهای به نظرم همه‌شون قشنگ‌تره چون خیلی قشنگه. ولی ببینیم آیا اینم قشنگه. آقا اینم مثل اجدهای اینجوریه زامنش. دیدید؟ از نزدیک. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. آقا ببخشید خود باید زومش کنم داستان داره. خب میبینید که تنش هم نوشته براونینگ که البته برعکس دارید میبینید. اینوری باید بکنم براونینگ ولی زیباست. این هم زیباست ولی یه حالت انگار چه میدونم یه حالت پلاستیکی مانندی به آدم دست میده. حالا این وریش هم باز کنیم. این زامن نداره حاجی، زامن نه. شاید این در نیامده زامن نه. واو این شوله واقعا. او نه مثل اینکه من آروم بازش کردم زامنش گیر نکرده. هر دو الان زامن دارن دیگه عقب بر نمیگردن. چقدر خفنه. راحت میتونی فیلمای اکشن بسازی کنی. از این ور این ور هر دو میتونی بزنی. این اون چیزی نیست که بتمن پرت میکرد. اون البته اندازه کوچیک‌ترش بود. اینجوری پرتش میکرد. خیلی خفنه واقعا. باحاله. ببینم زامن اینم آیا مثل اونه. اینا انگار زامناشون کلا مثل هم میسازن. میبینید زامنش اینجا دکمه چیزی که نداره. پس 100% همینه که من میگم. اینا کن وقتی بیاد بالا این زامنه اینجا فنر داره میره زیر این. وقتی تو با این هول میدی عقب دیدی این میاد میچسبه به این، یعنی میاد به بدنش و تو راحت میتونی ببندی. وقتی اینو بازش کردی این یکی به سرعت میره زیرش، یعنی با شدت اگه بازش کنی میره زیر. و عالیه واقعا قشنگه. نظر من قشنگه. حالا بریم سراغ تیزی. ببینیم چه تیزی برای من رقم میزند اینها تا ببینیم برنده کیست. بریم و بیا. خب از اولین برگه آچار شروع میکنید. بذار زومو درست کنم. خب این زومید. خب ایشون که زومید شما یه پرکی میبینید که فکر کنم بخاطر برگه آچاره، چیز مهمی نیست. خب الان ما یه بازیکن از رده خارج داریم و 3 بازیکن در زمین آماده. بله و بعدی اونا این بود که از اینا این که این جلو داره ندارن، ولی چون اونا تاشوان عیبی نداره چون تا میشن و این نوکشون به جای آسیب نمیزنه. ولی اینا چون تو غلاف یه وقتی غلاف هم سوراخ میکنه میاد بیرون. آره و خطریه خداییش. اگه اونا میبینن از اینا بذارید جلوش. از اینا چی بهش میگن؟ محافظ نوک هر چی که هست.
خب ما بیاییم از وسط اینو شروع کنیم به برش دادن. واو تا اینجا رو بد برید، یعنی من مقصرم که بد برید، چون من بد داشتم میبریدم، اینجوری داشتم میبریدم انگار دارم گوشت ریز میکنم. اینو باید بذارید، واقعا تیزه، واقعا از اول بذارید شروع کنم تا آخر تیزه، واقعا برگام به خاطرات پیوست. آجی عجب چیز تیزیه، عجب چیز تیزیه، واقعا عجب چیز تیزیه. میبینید؟ این رسما من دارم فقط میذارم و این میبره رسما. نگاه کنید خدایش این چیه بابا، خیلی تیزه. نه این بگیره خوبه جلو جوانه گذاشته، طرف میدونست چیه میکشته. یه دفعه دیدی پرت میشد میرفت از شیشه راننده میومد بیرون، پس گله راننده صدا میکرد. خیلی بد میشد. وای این خیلی تیز بود. بریم سراغ بعدی. بریم. خب من این برگایی که خیلی ریز شد و جمع میکنم، این برگا بمونم. بریم سراغ دومی که ایشونن. این خوبیش اینه که از اینا هم داره لای کمربند یا شلوار، خیلی خوبه به نظرم، چیز قشنگی. این به نظرم از همشون قشنگ‌تره، خیلی خوشگله دیگه. من چقدر بگم؟ آرام باش عزیز من، آرام باش. بریم اینو تست کنیم. اگه تیز باشه دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه خداییش. واو یه دور دیگه. واو حالا یه دور ببینیم کاملا تیزه. آیا از نوک شروع میکنه؟ بله حاجی اینا خیلی خفنن. قیمه میکنم. بس آب گوشته مگه؟ بس اینا چیه؟ بریم بیرون از کات، بریم بیرون. برو بیرون. میکشمت ها، چاقو دست من ندارم. واقعا خفن بود. من دیگه حرفی ندارم. خیلی تاثیرگذار بود. وای خدای من این عالی بود، این عالیه، شکی درش نیست. ولی واسه کمپین اون عالیه، اونم عالیه واقعا. دندونای پشتش اصلا خیلی خفنه. خب بریم سراغ این خفن که الان چیزش گیر کرد. واو ببینید که بستم نمیشه اصلا. این اصلا بسته نمیشه، غلاف داره، چیز داره، زامن داره. و بریم واسه بریدن. من اصلا از این چاقویی که اینطوری هم خوشم نمیاد. یعنی چاقو باید نوکش یه راست باشه، یا مثلا نباید اینجور شکستگی داشته باشه. مثلا از این شکستگی خوشم نمیاد. و بریم سراغ برش. یه دور دیگه میگیم. من باید بریدم اولین بار. حس میکنم تیز نیست، حسم بی خود میکنه که حس میکنه. مثلا اینا رو بگیرم. نسبت به اندازه‌اش خیلی کوچیکه، یعنی کسی پشماش میریزه که بفهم مثلا این اینقدیه، چون دو تا چاقو توی یه غلافه و این از جاش در بیاری. غلاف داشت اصلا این ماسید آقا ماسید در نمیاد. این بده. اگه این غلاف نداشت این بده. آره کنم این نداشت، نه یا داشت؟ خدایش کدوم غلاف داشت یادم نمیاد. آلزایمری شده این رفت. فکر کنم این غلاف نداشت. بله اگه داشتم که ایول دمش کم، اگه نداشتم که واقعا بده. این بده، اینه که بده. خب بازش میکنم دوباره. اول بیاین سمت چپش رو تست کنیم. حالا چپ اصلیش کدوم میشه؟ خیلی خری. چپش کو بیخیال. این وریش الان داریم تست میکنیم دیگه. شد. واو تیزه خداییش. نه تیزه. شاید اونوریه تیز نبود ولی این وریه تیزه. و این پشتش این یکی خیلی به جاد گیر میکنه. هر جا بجذبه میجذبه. هر جا گیر میکنه خودش. الان دو بار به دستکشم گیر که الان میخوام بهتون نشون بدم گیر نمیکنه. ببینید مثلا داستانه به خودم. خب پس این ور واقعا تیزه. میریم سراغ این ور. این ور تیزیش کمه
اگه بتونید ببینید زوم کنم. خب میبینید که بد برش داده، یه طرفش واقعا تیزش کمه، این تیزش کمه که تیز نیست. تیزش کمه چیه خدایی؟ تیزش یه خورده ضعیف تیز کردن، یه نمه از اون سمت کنتره. ولی عالیان، همه عالیان خداییش، همه. یه نمه در حد مثلا 2-3% شاید از اون تیزتر نباشه، ولی همه عالیان خداییش، همه عالیان. و اگه خواست مردم نه زندم. خب اینا رو بریزیم پایین. خب بچه‌ها ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و این غلافه هم ظاهرا مال ایشون بود، مال این دراگونه که واقعا این خفنه، من اینو خیلی پیشنهاد میکنم. و این خفاشیه بعدش این بود که غلاف نداشت و یه خورده تیز بود و یه خورده من خوشم نیومد، سلیقه من به این خفاشیه نگرفت، هم به خاطر این لبایی پشتش، ولی هم به خاطر طرح روش یه طوریه، نمیدونم اصلا یه جوریه، نمیدونم ساده خیلی، یا شاید هم عجیبه. میدونید از این گوشه‌هاش هم عکس خفاش داره، میبینید چون نزدیک گوشه‌هاش هم عکس خفاش داره، این وسط هم که عکس بال خفاشه و این ورم همینطور، این ورش هم همینطور عکس خفاش. و باحال قشنگه مثل این که دراگونه. واقعا من با دراگون بیشتر حال میکنم و با بت حال نمیکنم، از بتمن عذر میخوام. و اینم خیلی خفنه، من از این دوتا خیلی خوشم آمده. فقط بعدش این بود که عقبش باز میشد. حالا گفتم که هم میتونه نکته مثبتی باشه هم میتونه نکته منفی باشه، که هم میتونه این نکته مثبتش این باشه که این غلاف این در چی بود اسمش، همین چیزه عوض میشه وقتی بشکنه. همین که نکته منفیش اینه که تو خالی و ممکنه زود بشکن، ممکنه بکن، دارم میگم ممکنه، نگید آر تو گفتی میشکن نمیشکن، ولی من نمیگم ممکنه بشکن. و ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید، که امیدوارم دیده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برید ویدیوهای دیگر هم ببینید و حالشو ببرید. اگه آنباکسی چیزی مد نظرتون هست میتونید پیشنهاد کنید براتون آنباکس کنم. تا ویدیوی بعدی که برید ببینید، بدرود.